Hello everybody, hope you all are fine and you are doing well. Welcome back to our HTML course, and this is our fifth video of the course, and in this video we will discuss about HTML links. That what are HTML links, how HTML links works. HTML links چی است؟ از لینک استفاده میکنیم که ما را اجازه بده که از یک صفحه به دیگه صفحه برویم و یا از یک داکومنت به دیگه داکومنت جمپ کنیم. وقتی که ما لینک کریت کنم و تکستش نوشته کنم، ماوس کرزر را که سرش میبریم، شکل ماوس کرزر تغییر میخوره و مثل یک دستواری جور میشه. خود چطور ای را دیفاین میکنیم؟ ما HTML داکومنت چطور بگوییم که ما لینک کریت میکنیم؟ از ای تگ استفاده میکنیم، ای را انکر تگ هم میگه. انکر تگ، از انکر تگ استفاده میکنیم و انکر تگ سه پارتس داره. یکیش ای نوشته میکنیم که خودش یک الیمنت است. با HTML ما میگیم که ما یک لینک کریت میکنیم. و دیگهش href است. این مهمترینش است. مهمترین اتریبیوت آف انکر تگ is href. بخاطر که ما اینجا URL میتیم، ادرس میتیم که ما لینک که کریت کردیم بخاطر چی کریت کردیم، کجا مرا ببره، امو ادرس اینجا نوشته میکنیم. در لینک تکست ما اسم سفر نوشته میکنیم، کدام سفر که میرویم. اما در href که کدام ادرس نوشته کردیم او برای ما ویزیبل نیست، مگر در لینک تکست که کدام چیز نوشته کردیم او برای ما ویزیبل است. مثلا ما میگیم که ما کانتکت اس پیج میرویم، اینجا باید نوشته کنیم که نفر با ما با کانتکت کلیک کنه و صفحه کانتکت برش باز شود. خب پرکتیکلش هم میبینیم که پرکتیکل ای را ببینیم که چطور کریت میشه و کدام قسم ازش استفاده میشه، چطور کار میکنه. لیتس دو ایت. خب ما اینجا یک داکومنت اوپن کردیم، یک فولدر کریت کردیم و در فولدر یک صفحه که با اسم اندکس صورت کریت کردیم. اینجا ما نوشته میکنیم که هوم. سایز بخاطر از این نوشته کردیم که برای ما معلوم شود که چقدر صفحات ما داریم. یک صفحه دیگه کریت میکنیم، فایل نیو نامش چی بتم، مثلا ما کریت میکنیم contact us .html. صحیح شد. اینجا HTML بایلر پلیت میگیریم و تایتلش چنج کنم contact us، سیو کنم. یک صفحه دیگه کریت میکنم، یک صفحه دیگه که کریت کردیم اینجا چیز نوشته کنم about us .html. سه صفحه کریت کردیم، اینجا بایلر پلیت میگیریم و اینجا تایتلش about us، کنترل 7. خب حالا ای را که رن کنم، صفحه را باز کردیم، ریفرش میکنیم، هم اینجا برای من نوشته است. ما میخواهیم که از اینجا اگر ما بخوایم که کانتکت اس پیج باز کنم، باید فولدر بروم و اینجا کانتکت اس کلیک کنم. بیایم اینجا، خب اینجا چیز نوشته نکردیم تا کانتکت اس پیج، میایم اینجا نوشته میکنیم که کانتکت اس سیو. خب اینجا ریفرش کنم، ببینین کانتکت اس پیج. مگر ما میخوایم که نه، ما از طریق لینک باید از یک صفحه به دیگه صفحه برویم. اینجا میایم یک لینک کریت میکنیم، HTML index پیج میایم، چیز نوشته میکنیم، ای تگ نوشته کردیم، دیدین href. در href ادرس همون کانتکت اس پیج اینجا باید نوشته کنیم که ما هدف ما چی است که باید کجا بروم. اینجا نوشته میکنیم که contact us.html. صحیح شد. و در URL در href که کدام چیز نوشته کنیم این برای ما شما ویزیبل نیست. باش یک دفعه چک کنیم. دیدین این چیز نامد، بخاطر لینک است اما چیزی نیست، ویزیبل چیزی نیست. ویزیبل چیز که ما میخوایم در تکست لینک نوشته میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که contact us. وقتی که امون نفر سر از صفحه کلیک میکنه اوجا میره. حالا میایم اینجا ریفرش کنم، ریفرش، دیدین contact us پیج آمد. بیا تک بتم گایز، اینجا کلیک کنم، دیدین کانتکت اس
با کانتکت اس پیج آمدیم. خب الان ما میخوایم که پس اوجا برویم. باید با index.php میخوایم که برویم اونجا یک لینک کریت میکنیم. حالا اینجا میایم در کانتکت اس پیج و اینجا یک لینک کریت میکنیم. تگ میگیریم و کجا میریم ما index.html و اینجا میایم اینجا نوشته میکنیم که هوم. کنترل اس ریفرش سیو کردم. حالا ریفرش کنم دیدین هوم آمد. وقتی که کرسر رو میبریم کرسر شکلش تغییر میکنه و با دست تغییر میشه. اینجا کلیک کنیم پس آمدیم با کانتکت با هوم پیج آمدیم. حالا یک لینک دیگه کریت میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که about us.html about us. کنترل سیو. خب صحیح شد. اینجا میایم اینجا ریفرش کنم کانتکت اس. اینجا about us هم برای ما جوړ کرد. یک بیار تگ میتم اینجا بیار کنترل اس. ایرا دا کانتکت اس سیو جوړ کردیم. ایرا کاپی میکنم و میبرم کجا با هوم پیج میارم و امی کانتکت اس کاپی میکنم. کجا میبرم ایرا دا چیز میبرم. ریفرش کنید. ریفرش کردم هوم پیج. دا هوم پیج مرا آورد. about us دا هوم پیج. اینجا بیایم ایندکس پیج. اینجا یک بیار تگ بدم بیار. صحیح شد. هوم پیج است. کانتکت اس مرا برد. واپس about us برد. دا about us کانتکت کریت میکنم. about us است. دا کانتکت اس کلیک میکنم پس مرا کجا میبره کانتکت اس. دا about us اینجا یک لینک دیگه کریت میکنم که چی برات بگویم که مرا کجا ببره index.html ببره. هوم ریفرش کنم سیو ریفرش. خب about us بود رفتیم. سه کنین اینجا یک کانتکت اس پیج است یک هوم پیج است. کرسر که میبریم تغییر میخوره. کانتکت اس هوم پیج about us. صحیح شد. صفحه ما تغییر میخوره. اینجا کانتکت اس دیگه سه کنین کانتکت اس about us. خب so this was all about HTML links. لینک ما چطور استفاده میکنیم کدام قسم استفاده میکنیم از این طریقه ما استفاده میتونیم.